فیض‌الله سفرزاد رئیس محبس رقم 3 شهر خوجند بعد از آشوب معروف ماه نوامبر به 4 سال زندان محکوم شد. دادگاه شهر خوجند او را با 2 ماده کودکس جنایی، یکی سوء استفاده از مقام و دیگری خنک نظری در نظام مناسبتش با زندانیان در زندان رقم 3 شهر خوجند به این نتیجه رسید. روز 7 ایون ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان و نزدیکان اون ناظران زندانی که در ماه می محکوم به زندان شدند گفتند که در نسبت به همین گونه جزا، یعنی که 4 سال روانه زندان کرده شد. در حال حاضر انتظار می رود که فیض‌الله سفرزاد در بازداشتگاه شهر خوجند نگهداری می شود و در نزدیکترین فرصت به یکی از محبس های تاجیکستان که نظامش سنگین است برده می شود. محبس شهر خوجند در حال حاضر همچنان اون محبوس ها از طرف مقامات مورد تفتیش قرار دارند و امروز انتظار می رود که از طرف دادگاه عالی تاجیکستان نسبت آنها نیز حکم اعلام کرده شد، ولی هنوز این خبر دقیق نیست. اما خبر دقیق این است که آنها را از هفته گذشته از بازداشتگاه شهر خوجند به دوشنبه انتقال داده شدند که تعداد آنها 33 نفر گفته می شود.